برنج پاکستانی شده 2,600,000-700,000 تومان. بله متاسفانه. چند تا بهت پیشنهاد میدم از برنج‌های ایرانی که هم قیمت خیلی مناسب تری داره و هم کیفیت خیلی بالاتری، و چند تا پیشنهاد هم بهت میدم که بتونی با هم یه برنج خوب ترکیب کنی. اولیش برنج عنبربوه که عطر و طعمش خیلی بالاتر از برنج‌های پاکستانیه و قیمتش هم 400-500,000 تومان اختلاف داره باش. توی رنج 2,200,000 تا 2,300,000-400,000 تومان یکی از بهترین انتخاباست. دومیش برنج فجره که الان برنج‌های پاکستانی دانه بلند هم قیمت همین برنج شدن، ولی عطر و طعم این برنج و اون نرمی داخل پختش رو هیچ برنجی نداره و هم برای مجالس خیلی خوب در میاد و هم برای مصارف خانگی. آخرین برنج شیرودی هستش توی رنج 2,200,000 تا 2,300,000-400,000 تومان. یه برنج کاملا اقتصادی هستش که پخت خیلی خوبی بهتون میده، اما عطر و طعمش یه مقدار ضعیف‌تر از برنج‌های فجره. به عنوان پیشنهاد میتونید 1 یا 2 کیلو برنج لاشه با این برنج ترکیب کنید که هم عطر و طعمش خیلی عالی بشه و هم پختش نرم و پنبه‌ای در بیاد. ما داخل شعب حضوریمون در استان همدان هر 3 مدل این برنج رو با ضمانت کیفیت به تقدیم میکنیم و زیر قیمت هر کجایی که فکرش رو بکنید. فقط کافی کلمه قیمت رو برام بفرستید، هر کجا هم باشی برات ارسال میکنیم. خیلی مخلصیم.